تا حالا شده با نگاه کردن به یک نفر یا دیدن حتی یک حرکت خیلی کوچیک ازش یا حتی سکوتش احساس کنید که میتونید ذهنش رو بخونید یا میدونید توی فکرش چی داره میگذره؟ همه ما یه قدرت نهفته و بسیار مهم داریم که اکثر اوقات یا داریم نادیدش میگیریم یا کلا ازش استفاده نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم به مشورت دوستامون و اطرافیانمون بیشتر توجه بکنیم. امروز میخوام راجع به شهود و غریزه صحبت بکنم. دو تا قدرت نهفته بسیار مهم که توی وجود همه ما نهفته است ولی اکثرمون ازش استفاده نمی‌کنیم یا حتی نادیدش میگیریم. هیچ چیز را به خود نگیرید. با درک این نکته به این موضوع پی میبریم که نظرات و رفتارهای دیگران نباید تاثیر عمیقی روی ما بذاره. وقتی دیگران به ما حمله میکنن یا نظر منفی میدهند، این موضوع به خودشان مربوط است و نه به ما. با درک این موضوع میتونیم از خودمون محافظت بکنیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. چطوری میتونیم از شهود و غریزمون استفاده بکنیم؟ چطوری میتونیم بهش اطمینان بکنیم و اونقدر به خودمون اعتماد داشته باشیم، اونقدر اعتماد به نفس داشته باشیم که در درون خودمون بتونیم یه سری مشکلات رو حل بکنیم و نیازی نباشه یک سری تجربیات بد داشته باشیم حتما که متوجه بشیم الان تو ذهن بقیه چی میگذره، الان چه کار قرار با اون بکنن، الان قرار چه اتفاقی واسه ما بیفته. با من همراه باشین تا راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. آروم بودن یا حتی به تعریف دیگه تظاهر به آرامش داشتن به ما کمک میکنه که شرایط رو بهتر بسنجیم و اجازه ندیم که ماشه احساساتمون کشیده بشه و واکنش‌های آنی و احساسی از خودمون نشون ندیم. انجام این کار برای سلامت روان ما بسیار مسئله مهم و حائز اهمیتی هستش. مخصوصا در مواقع استرسایی که همزمان چندین احساسات توی وجود ما بروز پیدا کرده و ما داریم همزمان با چندین احساسات دست و پنجه نرم میکنیم. آروم بودن و آرامش داشتن به ما کمک خیلی بزرگی میتونه بکنه. مشاهده‌گر بودن نیازمند تمرینه. ایجاد ارتباط مؤثر از طریق احترام و شنونده فعال بودن برای ما مؤثرتره تا اینکه سعی کنیم محبوب باشیم یا بیش از حد خوب به نظر بیایم. و مهمتر از همه اینکه گزافه‌گویی نکنیم، سعی نکنیم خودمون رو توضیح بدیم که این منم، این نظر منه، این شخصیت منه، من با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنم، من یه همچین نظراتی دارم. سعی کنیم که خودمون رو برای دیگران توضیح ندیم، خودمون رو به دیگران یاد ندیم، نقطه ضعفمون رو بهشون یاد ندیم. برای کسایی که می‌خوایم باهاشون رابطه کاری، دوستی و یا حتی رابطه عاطفی برقرار بکنیم، چون ممکنه اعتماد به نفس کافی نداشته باشیم و با خود تخریبی که ازش آگاه نیستیم باعث بشه که آدما از ما سوء استفاده بکنن. چون ممکنه که ما یه سری مزیت‌ها واسه اون آدما داشته باشیم که برای به دست آوردن اون مزیت‌ها حاضرن دست به هر کاری بزنن و به هر روشی ما رو نابود بکنن. رابرت گرین میگه که دوستی با یک سری از آدما مثل دشمن دوست میمونه. یعنی به این صورت که انگار آدما با ما دوست میشن که ما رو نابود بکنن. ما باید در کمال احترام خودمون رو بشناسیم و حد و حدود داشته باشیم و مهمتر از همه بدونیم که چه چیزهایی رو دوست نداریم و از چه چیزهایی بدمون میاد و چه چیزهایی واسه ما مخرب هستن. ما باید مشخصا بدونیم که از چه چیزهایی خوشمون نمیاد. ممکنه که آدما هر پیشنهادی رو به ما بدن که به دور از اصالت باشه و ما با ناآگاهی خودمون اونا رو بپذیریم و با آدم‌هایی ارتباط برقرار بکنیم و صحبت بکنیم که به بیراه کشیدن بقیه آدم‌ها جزئی از هویتشون شده. یه سری احساسات منفی مثل ناراحتی، غم، آسیب‌پذیر بودن یا خوشحال نیستیم یا مورد آزار اذیت قرار گرفتیم برای خودمون نرمال سازی بکنیم و سعی کنیم درسی که باید رو ازش بگیریم و ازش عبور بکنیم. توی اون احساسات گیر نکنیم و غرقشون نشیم. یک سری آدم‌ها هستن که به تروماهاشون معتادن و اصلا نمیتونن ازشون فاصله بگیرن و اصلا چیز خوبی نیست، مانع پیشرفتمون میشه و حتی مانع این میشه که ما بتونیم روابط سالمی رو برقرار بکنیم با آدم‌ها.
بهترین کار اینه که موقعیت‌های آسیب‌زایی که باهاشون مواجه میشیم رو برای آدم‌ها بازگو نکنیم، اطرافیانمون مشورت نکنیم، راجعش با هر کسی صحبت نکنیم و نظر شخصی هر کس رو نشنویم، به خاطر اینکه باعث به هم ریختن سلامت روان ما و حتی سردرگمی ذهن ما میشن. رابرت گرین توی مصاحبهش میگه که سعی کنیم با آدمای با اصالتی که زبان بدن، لبخند واقعی و تون صدای آرامش بخشی دارن صحبت بکنیم و معاشرت بکنیم. سعی کنیم که انرژی خودمون رو صرف تعصبات نکنیم و به جاش صرف رشد شخصی و تاب آوری بکنیم. فارغ از تمام تفاوتامون با هم دیگه و اشتباهات گذشتمون، سعی کنیم که یک قدم مفید برای آیندهمون برداریم و به خودمون برچسب نزنیم و با اون برچسب به زندگیمون ادامه ندیم. سعی نکنیم که هر روز با اون برچسب‌ها زندگی بکنیم. ما آدم‌ها قابلیت تغییر و بهتر شدن رو داریم. چرا برای اصالت و سلامت روانمون سعی نکنیم که ازش استفاده بکنیم؟